سارا زیادی فکر نکن. به انگلیسی بگو. ببین وقتی میخوای بگی یک کاری رو بیش از حد انجام میدین قبل فعلش باید over بذاری. فکر کردن چی میشه؟ think. over که قبلش بیاد overthink، یعنی بیش از اندازه فکر کردن، بیش از حد فکر کردن. حالا میخوایم به کسی بگیم که این کار رو انجام نده. وقتی بخوایم بگیم که نهی کنیم در واقع و انجام نده، از don't قبل فعلمون استفاده میکنیم. پس چی شد؟ زیادی فکر کردن overthink. don't رو قبلش میذارم. don't overthink، یعنی بیش از حد فکر نکن، زیادی فکر نکن. زیادی پول نده. پول دادن چی میشه؟ pay، پرداخت کردن. over قبلش میاد. overpay، یعنی بیش از حد پول دادن، زیادی پول دادن. don't رو قبلش میذارم. don't overpay، بیش از اندازه پول نده، زیادی پول نده. زیادی کار نکن. work میشه کار کردن، بلدی. حالا over رو قبلش بذار. overwork، بیش از اندازه کار کردن. میخوام بگم این کارو نکن. don't overwork، یعنی بیش از حد کار نکن. زیادی استفاده نکن. استفاده کردن میشه use، بلدی. حالا از همین قاعده‌ای که بهت آموزش دادم استفاده کن. برام تو کامنت بنویس زیادی استفاده نکن. اگر میخوای اینقدر راحت یاد بگیری حتما پیج فالو داشته باش.